فرزندت به حرفت گوش نمیده، بیا تا بهت بگم باید چی کار بکنی. من دکتر قربان همتی علمدارلو، استاد روانشناسی کودک دانشگاه شیراز هستم و در این کلیپ خدمت شما در رابطه با حرف شنوی فرزندانتون راهکار ارائه خواهم کرد. اگر فرزندانتون به حرفتون گوش نمیدن، مشکل بیشتر در قوانین خانوادگی، ضعف قوانین خانوادگی، نداشتن قوانین خانوادگی و از طرف دیگه نداشتن پیامد برای پیروی یا عدم پیروی از قوانین خانوادگی است. نکته بسیار مهم این هست که قانون یا قوانین خانوادگی یعنی اینکه چه رفتاری رو فرزند شما در چه زمان و در چه مکانی باید انجام بده و برای انجام دادن یا عدم انجام دادن اون رفتار شما باید پیامد در نظر بگیرید. پیامدها معمولاً به 3 دسته تقسیم بندی می شوند که والدین باید به اون توجه بکنن. نخست پیامد طبیعی است، یعنی اینکه اگر اون رفتار رو کودک انجام نداد، پیامد طبیعی رفتار خودش رو دریافت بکنه. برای مثال شما قانون گذاشتید که فرزندتون لباسهای کثیفش رو بندازه توی ماشین لباسشویی. حالا اگر لباس کثیفش رو ننداخت، وقتی میخواد بره جایی باید همون لباسهای کثیف رو بپوشه. این پیامد طبیعی رفتار در واقع خودش هست. برای بعضی از بچه‌ها این جواب میده. گاهی اوقات لازم هست که شما از پیامد منطقی استفاده بکنید، یعنی به بچه‌تون، به فرزندتون در واقع میگید که اگر لباس کثیفت رو توی ماشین لباسشویی نندازی، باید خودت اون لباس رو بشوری و اگر این رفتار رو انجام نداد، قطعاً باید با پیامد منطقی رفتار خودش مواجه بشه و برای بعضی از بچه‌ها این پیامد منطقی جواب میده. اما گاهی اوقات والدین با فرزندانی مواجه هستند که نه پیامد طبیعی و نه پیامد منطقی براشون جوابگو نیست و اینجا بهترین راهکار استفاده از پیامد فعال هست. پیامد فعال یعنی چی؟ یعنی اینکه والدین، پدر و مادر به صورت هماهنگ یکیشون یا هر دوتا دست بچه رو بگیرن و اون رو وادار بکنن به طور فعالانه که لباس کثیف خودش رو برداره و اون رو در ماشین لباسشویی بندازه.